خداوندا در خشم خود توبیخم مکن و در غضب خویش تأدیبم منما. خداوندا مرا فیض عطا فرما زیرا که پژمردم. خدایا شفایم بخش زیرا استخوان‌هایم مضطرب است و جانم سخت پریشان است. و اما تو ای خداوند تا چند؟ خداوندا بازگرد و جانم را برهان. به خاطر محبت خویش نجاتم بخش، زیرا مردگان تو را یاد نتوانند کرد. کیست که در هاویه تو را بستاید؟ از نالیدن خستم، هر شب بسترم را غرق اشک می کنم و تخت خوابم را به گریه تر می سازم. دیدگانم از اندوه کمسو شده و به سبب همه دشمنانم تار گشته است. ای همه بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند صدای گریه مرا شنیده است. آری خداوند التماس مرا شنیده است. خداوند دعای مرا مقبول می فرماید. دشمنانم جملگی سرافکنده و سخت پریشان خواهند شد. آنان روی گردانیده به ناگه خجل خواهند گشت.